حدیث قدسی، بخشش بیکران الهی. خداوند عزوجل فرمود: ای فرزند آدم، هر زمانی که مرا بخوانی و به من امید داشته باشی، تمام آنچه که به گردن توست می بخشم. و اگر به وسط زمین همراه با نگاه به پیش من آیی، من به وسط زمین همراه با مغفرت به نزد تو می آیم. مدام که شرک نورزی و اگر مرتکب گناه شوی به نحوی که گناهت به مرز آسمان برسد، سپس استغفار کنی، تو را خواهم بخشید. بهارالانوار جلد 93 صفحه 283 روایت 30 باب 15.